به نام خداوند بخشنده مهربان. بچه‌های نازنین کلاس اولی سلام. دعا میکنم حالتون خوب باشه. بچه‌های قشنگم، شما توی درس فارسی با 4 نشانه آشنا شدین که هر 4 صداشون ز بود. یادتون میاد اون 4 نشانه رو؟ بله، نشانه ز، زال، زاد و نشانه زا. هر 4 نشانه بچه اسمهاشون فرق میکرد، شکلهاشون فرق میکرد، ولی صداهاشون همشون مثل هم بود، صدای ز داشتن. امروز قراره یه تمرین انجام بدیم ببینم بچه های باهوش من تشخیص میدن که کدوم کلمه با کدوم یک از این زها نوشته میشه. اینجا رو ببینید، من یک جدول دارم 4 ستون داره. ستون اول ز، بعدی زال، بعدی زاد و ستون آخری هم زا. من تصویر اینجا بهتون نشون میدم بچه ها. خب شما زود تون سریع اسم اون تصویر رو توی ذهنت بیار و ببین با کدوم یک از این نشانه ها نوشته میشه. خب اولین تصویر بچه ها، مریض. مریض با کدوم ز نوشته میشه بچه های نازنینم؟ بله، 1000 آفرین، با نشانه زاد. درسته؟ پس زیر ستون زاد می نویسیم مریض. تصویر بعدی سبزه. سبزه اید بچه ها؟ سبزه با کدوم ز نوشته میشه؟ بله، با ز. تصویر بعدی اذان. اذان باید کجا بره؟ زیر کدوم ستون؟ 1000 آفرین، باید زیر زال نوشته بشه اذان. تصویر بعدی زنبور. زنبور، بله، 1000 آفرین، باید زیر ستون اول یعنی نشانه ز. تصویر بعدی ظرف. ظرف، آفرین بچه ها، باید زیر ستون زا نوشته بشه. تصویر بعدی ذره‌بین. ذره‌بین، بله باهوشای من، ذره‌بین هم باید بره زیر ستون زال مثل اذان. تصویر بعدی خداحافظ. خداحافظ یا خداحافظی بچه ها با کدوم ز نوشته میشه؟ خداحافظ. 1000 آفرین بچه های باهوشم، با زا نوشته میشه خداحافظ. تصویر بعدی حوض. حوض، بله بچه های باهوشم، مثل مریض با زاد نوشته میشه، پس زیر ستون زاد می نویسیمش. تصویر بعدی نظافت. نظافت کدوم ز؟ بله بچه های باهوشم، مثل ظرف و مثل خداحافظ با زا نوشته میشه، پس میایم زیر ستون زا می نویسیم نظافت. تصویر بعدی غذا. غذا با کدوم ز نوشته میشه؟ بله آفرین، غذا مثل اذان و ذره‌بین با زال نوشته میشه، میاد زیر ستون زال. تصویر بعدی زنگ. زنگ، 1000 آفرین، زنگ مثل سبزه و زنبور با ز نوشته میشه. تصویر بعدی ضبط. ضبط، بله آفرین بچه ها، ضبط با زاد نوشته میشه مثل مریض. حوض، پس میاد زیر ستون زاد نوشته میشه. به همین راحتی.
حالا نوبت شماست بچه ها. همچین جدولی مثل من توی دفترتون بکشین و چیکار کنید؟ این تصویرهایی که من اینجا نشون دادم رو با دقت ببینید و بعد اسمش رو توی ذهنتون بیارین و توی ستون مربوط به خودش بنویسین. ببینین با کدومی که از این ذ ها نوشته میشه. من تصاویر رو بهتون میگم که چه چیزایی هست. تصویر اول مزرعه، بعدی ناظم، ذرت، حاضر، کاغذ، قاضی، سوزن و تصویر آخر ظالم. هر کدوم از این تصاویر ببینید که با چه نشانه از ذ نوشته میشه. زیر ستون مربوط به خودش بنویسید. مطمئن هستم که همتون صحیح و با دقت این کار رو انجام میدین. خسته نباشین عزیزای من. خدا نگهدارتون.